داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان خدای عهد با اسرائیل. بعد ششی که خدا اسرائیلی کوماش و دریای سرخ تها رهبری کرد، آوان را شوسط گیابان به طرف سینای کوه هدایت کرد. یه هما کوهد که موسی به جره تها آشش را دیستد. خدا به موسی و بنی اسرائیلی انگوشت اگر نی مطیع بیت و نی عهدا ساتت شما نی خاصین کومه بیت و چون کاهنن خدمت کنید. بعد شسه رویچا زمانی که مردم وطرش نظر روحانی آماده کردند ترسناکین رد و برق تواره رشوشکت و قلیزین ابری به کوه سرایات. فقط موسی حق داشت که به کوه سرا بروت. و بعد خدا به راوان عهدنامه و را داد و گوشت من هستون یهوه، همان خدایی که سره اسارت مصری بندگی آزاد کرد. ترا خدایی دیگه غیرش من مبید. بوتی جور مکن و غیر ستایش مکن، چون من یهوه هستون، خدای غیوری هستون و شمنی ناما سو استفاده مکن. سبت رویچا مقدس بزن. در هفته تها 6 رویچا کار کن، هفتمین رویچ تیبیت. استراحت کن و امنا به بوتی یادا بیار. به بوتی ماسوپس احترام بل، قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، دروغ موش، طمع این چم به دیگری مالوس و مالا داشته مبه. و بعد خدا قوانین را به 2 صافین سنگ سرا نوشت و به موسی داد. خدا دیگه قانون هم به موسی داد. خدا کل کرد که اگر اسرائیلی کن برای احترام بلند یشان را برکت دند و شاوان حمایت کند و اگر شایی اطاعت مکنند خدا آوانا مجازات کند. خدا همچنین جزئیاتی په خیمه و نی برپا کردن به بنی اسرائیل داد. هماره که خدای جنده و لوتت داد. خیمه نام خیمه اجتماع بود و 2 اتاق داشت که به وسیله توی پرده جتاوا بود. تنها کاهن اعظم تواند که به اتاق تها پرده پشتاب رود. پریشه که خدای حضور آدند. هر کس که خدای دستور را اجرا و نکرد و بی اطاعتی کرد باید حیوانی را به قربانگاه خیمه اجتماع دیما بیارید و براده به خدا تقدیم کند. کاهن اعظم حیوان قربانی کرد و به محراب سرا آیر سود. حیوان مونا که قربانی بودد یک پوششی برای شخص گناه بود و خدایی نظر پاک بود. خدا موسی به راستا هارون و نسل انتخاب کرد تا خدای کاهن بیند. گرد مردم گو خدای قوانینه که به راوان دادت موافقتند و لوتتش که فقط مخصوص این کن بیند. اما بعد شکوتای مدت به توی این گناه دوچار بودند. بعد شچن که رویچا موسی به سینای کوه سرا گو خدای گفتگو و مشغولت. مردم شراه شدن و به ویتی دوره گشتن خسته بودند. بنا پریشی هارون طلایش آورد و شای لوتتش بوتی پراوان جور کند. هارون بوتی به گویلوی شکلا جور کرد. مردم شروع به بوته ستایش کردند و پرایی قربانیش داد. خدا به سبب آوانی گناهن باز خشمگین بود و تصمیم گرفت کوما شبین برد. اما موسی پراوان دعا کرد و خدا موسی دعا و مشکت و شوتی تصمیم منصرف بود. زمانی که موسی شکوه سرا به جاله گیاد و بوتادیست آنچنان خشمگین بود که لوحانا که خدا نوشتد به کوه جالگه هیر داد و بعد بوتا به پودرا تبدیل کرد و پودرا به آب سرا پاشد و آپا به بنی اسرائیل داد که بورند. خدا هولناکیم بلای بنی اسرائیل نازل کرد و بازین شاوان مرد. موسی شدوارک خدای 10 فرمانا به نویکن تخت سنگ سرا نوشت. بعد دوارک به کوه سرا شد دعا کرد که خداوند کوما بخشایید. خدا به موسی دعاوند جواب داد و آوانا بخشید. موسی گوزه سنگا که نویک نوشتد به کوه جالگه یاد و بعد خدا آوانش سینای کوه سرا به موعود سرزمین هدایت کرد. داستانی برگرفته از کتاب مقدس، کتاب خروج، فصل‌های 19-34.